قرار سریال پرطرفدار تو درام را بزن در 17 شهریور و در قسمت 52 به کار خودش خاتمه بده. در روز آخر فیلمبرداری این سریال، اکیپ این سریال با برگزاری یه پارتی خداحافظی لحظات شاد و غمگینی رو در کنار هم تجربه کردند. زوج بنسو سورال و هاکان باش که 3 سال با هم ازدواج کردن، به تازگی به خاطر مسئله بچه دار شدن با هم به مشکل برخوردن و تصمیم گرفتن خونه‌هاشون رو از هم جدا کنن. در حالی که ادعا میشد آراس بولودیناملی و داملا سونمز با هم رابطه عاشقانه‌ای رو شروع کردن، مدیر برنامه‌های آراس این خبر رو تکذیب کرد. با پایان یافتن فیلمبرداری سریال تو درام را بزن، گفته میشه هانده ارچل تصمیم داره برای آموزش به لندن یا آمریکا بره. بعد از انتشار اخباری از وجود رابطه عاشقانه بین موراد دالکلیچ و ستاره آکباش و البته تکذیب اون از طرف این زوج، بالاخره ستاره و موراد با هم دیده شدن و این اخبار رو تایید کردن. ادعا به عنوان مهمان در کنسرت آلاچاتی شوالسام شرکت کرد. این دو با بازی در سریال سیب ممنوع به دوستای صمیمی همدیگه تبدیل شدند. قسمت اول سریال عشق منطق انتقام در یه رکورد جدید در یوتیوب به 11 میلیون بازدید رسید. بیران داملا ییلماز که به تازگی به کادر بازیگران سریال سیب ممنوع اضافه شده، به رابطه خودش با دنیز جانچلیک خاتمه داد. بازیگر ترک گوکان آلکان با ترتیب دادن یه شام سورپرایز خانوادگی به عشقش نسرین جوادزاده که 1 سالی میشه با هم در ارتباطن پیشنهاد ازدواج داد و نسرین هم به این پیشنهاد جواب مثبت داد و این زوج به طور رسمی با هم نامزد کردن. توبا بویگوسو که در سطح جهانی شناخته شده است، برای فیلم تبلیغاتی برند اپراتور مخابراتی مگافون روسیه جلوی دوربین رفت. گفته میشه از طرف شرکت‌های فیلمسازی میرامکس و ویاکوم که از شرکت‌های معتبر آمریکایی هستند، به آلپ ناوروز پیشنهاداتی برای بازی داده شده و آلپ هم این پیشنهادات رو قبول کرده. قرار جان یامان قبل از شروع فیلمبرداری سریال ساندوکان در یک پروژه ایتالیایی دیگه به اسم بنفش همچون دریا هم نقش اصلی سریال رو بازی کنه. این سریال در ژانر کمدی ترسناکه. سازمان نظارت رادیو و تلویزیون ترکیه سریال عشق منطق انتقام رو به خاطر نقض قانون برابری حقوق زنان و مردان و موارد تحقیر زنان در سریال جریمه نقدی کرد. تویی خواننده ایرانی در آلاچاتی با خواننده ترک ایرم درجی دیدار کرده و ایرم از این طریق سلام خودش رو به هوادارهای ایرانیش رسوند. گفته میشه دیلتا لئوتا نامزد جان یامان بدون حضور اون تولد خودش رو جشن گرفته و جان تولد نامزدش رو تبریک نگفته. این حرکت این زوج رمانتیک کلی جلب توجه کرده، طوری که رسانه‌های ایتالیایی ادعا کردن این زوج از هم جدا شدن. هانده سورال که فصل قبل وارد سریال روزگارانی در چوکوروا شده بود، در قسمت اول فصل جدید این سریال با این سریال خداحافظی میکنه. گفته میشه این بازیگر که مدت زیادی از همسرش دوره، به خاطر این دوری تصمیم به جدایی از این سریال گرفته. رابیا یامان طراح مد و استایلیست 29 ساله که مدتی با شکر اوزیلدیز در ارتباط بود، به تازگی رابطه جدیدی رو با تاجری 58 ساله به اسم سردار بیلگیری شروع کرده و این تاجر تا به حال 3 بار ازدواج کرده و 2 تا بچه داره. سفدر گینجی و ییلماز کوند که به تازگی تصمیم به ازدواج گرفته بودند، به خاطر خیانت ییلماز از هم جدا شدند. بازیگر ترک آرزو یاناردا برای بازی در یک فیلم تاریخی از کارگردان ایرانی مهرداد غفارزاده پیشنهاد بازیگری دریافت کرد. با شروع فیلمبرداری فصل دوم سریال زیبای دختر پشت پنجره از اواخر مرداد ماه، گفته میشه این سریال در نیمه دوم شهریور ماه آماده پخش میشه. نورگل یشیلچای در پاسخ به سوالاتی که در مورد ازدواجش با نجاتی کجابایی بود گفت: ما در این مورد یکم تنبل و بیمیل شدیم چون هر دو وقتی برای این کار نداریم.
گفته میشه فصل جدید سریال آخرین تابستان با یه پرش زمانی همراهه و بیرجا آکالای هم به کادر بازیگران این سریال اضافه شده. در حالی که همه منتظر خبر ازدواج ازگی ایوب اولو و اولجان انگین بودن، خبرهایی از جدایی این زوج به گوش میرسه و گفته میشه این زوج در طی صحبتی که با هم داشتن به رابطهشون پایان دادن و همدیگر رو آنفالو کردن. ناز چالا ایرماک برای بازی در نقش جدیدش که درباره زندگی نسلی جانتایه که در جوانی به خاطر سرطان جون خودش رو از دست داده، موهای خودش رو تراشید. ادیب تپلی به عنوان پارتنر ابرو شاهین انتخاب و به کادر بازیگران سریال داستان اضافه شد. ابرو پولاد، ماهسون کیرمیزگول و شوالسام از ایران برای کمک‌هاش برای خاموش کردن آتش‌سوزی گسترده در ترکیه در اینستاگرام خودشون تشکر کردند. کیوانش تاسیتو و همسرش برای کمک به آسیب دیده‌های آتش‌سوزی اخیر ترکیه به صورت نقدی 300,000 لیر کمک کردند. فیلم برداری سریال دروغگو با بازی پورچین ترزیولو و صالح بادامچی شروع شد. در پی آتش‌سوزی گسترده در ترکیه، بازیگر ترک پلینکارهان اعلام کرد به خانواده‌هایی که در این حادثه خونه خودشون از دست دادن، لوازم خونگی اهدا می‌کنه. برجو بیریچیک در جهت کمک به خانواده‌های آسیب دیده در آتش‌سوزی دستمزد بازی در یک قسمت از سریالش رو به اونا اختصاص داد و علاوه بر اون تامین همه وسایل خونه‌ای خانواده آسیب دیده رو به عهده گرفت. فیلمبرداری سریال یالانچی و مملری به تازگی شروع شده و توی این سریال علاوه بر الچین سانگو، اسماعیل دمیرچی هم نقش آفرینی میکنه. بازیگر ترک ابراهیم چلیکل به عنوان داوطلب برای کمک به عملیات اطفای حریق در مارماریس حضور پیدا کرد. گفته میشه فیلم تاریخی مست عشق به کارگردانی حسن فتحی که محصول مشترک ایران و ترکیه است، آماده نمایش شده و در آذر ماه پخش جهانی اون شروع میشه. ملیس سزن، بازیگر جوان ترک، در مصاحبه‌ای با مجله گفت: غذا خوردن رو خیلی دوست دارم و بجز مغز همه چی میخورم. غذا خوردن بزرگترین لذت برای منه. موراد اونالمیش که صاحب مکانی در کابادوکیا است، درآمد یه روزش رو به آسیب دیده‌های آتش‌سوزی اخیر اختصاص داد. 2 سریال معروف نسلیان آتاگل به اسم عشق سیاه و دختر سفیر در آمریکای لاتین در حال پخشند و نسلیان به خاطر ریتینگ بالای این 2 سریال مورد تمجید زیادی قرار گرفته و محبوبیت زیادی به دست آورده. بازیگر دوست داشتنی الچین سانگو به خاطر پروژه جدیدش به تازگی رنگ موهاشو تغییر داده و این کار باعث شده خیلیا اونو با این تغییر به سینم کوبال شبیه بدونن. حادیثه که سالهاست داور مسابقه اوسس ترکیه است، در فصل جدید این مسابقه حضور نداره. گفته میشه با مشکلاتی که اخیراً بین حادیثه و ابرو پیش اومده، شرکت سازنده تصمیم به حضور ابرو و رفتن حادیثه از این مسابقه گرفتن. بازیگر هانده دواندمیر در مصاحبه با مجله‌ای در مورد راستای زیبایی خودش گفت: با افزایش سنم روش‌های مراقبتی جدیدی رو شروع کردم. ترجیح میدم کمتر آرایش کنم و از محصولاتی با مواد طبیعی و ارگانیک استفاده کنم. ازگو اسپیرینچی 5 ماه بارداره و اون و بوراک یامانتورک قراره به زودی صاحب یه دختر بشن. ازگی گفته قبل از زایمان یه مراسم عقد ساده میگیریم، چون وقتی من باردارم کسی نباید از من انتظار رقص و تفریح و شادی داشته باشه. مسعود آکوستا، بازیگر سریال تشکیلات، به دلیل خونریزی مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفت. ایرام حلواجی اولو برای کمک به آسیب دیدگان آتش‌سوزی اخیر ترکیه مبلغ 60,000 لیر اهدا کرد.